Hungry Judge Effect، یک رسوایی غذایی شاید بتونم اسمشو بذارم و واقعا اسم دیگه‌ای براش به نظرم نمیرسه. یک رسوایی غذایی و یک قسمت خنده‌دارش اینه که این هم رسوایی غذاییه و هم رسوایی غذایی، یعنی یک رسوایی در قوه قضاییه است که به خاطر غذا اتفاق افتاده و خیلی جالبه به نظرم. پس این قسمت همراهمون باشین ببینیم مثلا چیه داستان. قضیه اینه که اینا اومدن در سال 2011 گروهی از بذار یه جور دیگه شروع کنم. فکر میکنین چند قاضی با تجربه با میانگین 22 سال تجربه قاضیگری بخوان برای کسی حکمی ببرن و برای کسی قضاوت انجام بدن، یکی از مهمترین عامل هایی که میتونه در تصمیمشون تأثیر گذار باشه چیه؟ قسمت همراهمون باشین تا ببینیم چیه این قسم، چیه این واقعا و چرا میگم رسوایی غذایی. In the moments before lunch, a hungry judge can become irritable, distracted, and harsher. The scales tip toward prison, but after a meal, the very same judge is calm, satisfied, and more compassionate. The scales tilt toward mercy. Our system promises impartial justice, yet سلام، من فرهودم و اینجا روان نشناسه. توی این قسمت میخوایم به یکی از پرونده های جالب و تحقیقات جالب روانشناسی بپردازیم که شوکه کرد جامعه ای رو و یک رسوایی بود واقعا برای قوه قضاییه توی اون کشور و همه دنیا، حداقل چیزی که به نظر می آمد. داستان از این قراره که سال 2011 گروهی از پژوهشگران اومدن و طی همون سال پرداختند به کیس های پارول یا آزادی مشروط و شروع کردن و یک سری توی اون تحقیقشون قضاتی که شروع کردن برشون تحقیق کردن میانگین 22 سال سابقه داشتن، یعنی قاضی جوونی نبودن، سال اول دومشون نبوده که بگیم خب این کارش نشدن هنوز، بلکه 22 سال تجربه قاضیگری داشتن. خب چه اتفاقی میفته؟ نتیجهشون این میشه که تک عامل مهم و مهمترین عاملی که تأثیرگذار بوده در انتخاب این قضات، تک عامل مهم و مهمترین عاملی که آزادی افراد رو در نتیجه داشته یا به زندان برگشتنشون، سیر بودن یا گرسنه بودن قضات بوده. یعنی اینا دیدن زمانی که قاضی ها تازه شروع به کار کردن، یا صبح یا بعد از نهار یا بعد از بریک عصرونشون حالا بگیم هست، تا 60% کیس ها رو آزاد میکردن و همین عدد با کیس های کاملا مشابه تا یه مقداری نیم ساعت 40 دقیقه قبل از زمان غذاشون و زمان استراحتشون به 0 میرسیده. یعنی همون کیس، همون پرونده ساعت 8 صبح تا 60% احتمال آزادی و پارول گرفتن رو از قضات داشته و هر چقدر که به سمت نهار میرفتیم شانس این فرد 0 میشده و این یک رسوایی بسیار بزرگی بوده در سیستم قضایی آمریکا. اگر اشتباه نکنم قاضی ها اسرائیلی بودن ولی توی آمریکا بوده. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و این یکی از ماندگارهای تاریخ روانشناسی بوده. من فرهودم و اینجا روان نشناسه.
خیلی ممنون میشم که با لایک، کامنت و سابسکرایبتون به ما انگیزه بدین و امیدوارم که حال خوبی داشته باشین.